درود به شما بینندگان ارجمند. اینک شما طول چند لحظه صحبتی ما را با یک نفر خواهید شنید که واقعا برای شما منفعت بخش و عبرت بخش است. یعنی این لحظه هم صحبتی من یکی از نفران کمترین متخصصی ساحه زبان هستند که برای احیا و پایدار نگه داشتن زبان ناب تاجیکی بسیار زحمت ها کشیدند و چند تحقیقات و کارهای علمی انجام دادند. یعنی استاد دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور ارباب شایسته علم و تکنیک تاجیکستان بهرالدین کمال‌الدین هستند. استاد، اولا سپاس به آفریدگار که امروز شما را در سن 80 سالگی هم همین خیلی زنده دلی و بردمی داده است و شکر و سپاس از شما که همین داده خداوند رو استفاده میکنید و پیوسته، یعنی تا این لحظه بازنشسته نیستید و بعضی به نفقه میبرویند و کمی دم میگیرند، استراحت میکنند، لیکن شما در این سن مبارک هم بازنشسته نیستید و پیوسته وضع امروزی زبان تاجیک را تحلیل میکنید و آن را برای ما جوانان، برای نسل دیگر، نسل آیندگان پیشنهاد میکنید، منظور میگردند. اولا سپاس از شما استاد و بسیار ما منتظر هستیم که این هم برای ما هم یعنی فرصت دریافت کردید که کمی از همین تحلیل های امروزی خودتان، چند تحقیقات های کاری علمی خودتان امروز با ما هم صحبت شوید. و چون امروز ها ما و شما در عرفه عید نوروزی خجسته قرار داریم، من میخواستم همین صحبتی ما هم از این جهت شروع شود و بازم ما صحبتمون در دیگر سمت های ادامه دهیم. استاد، اولا نوروز برای شما مبارک باشد و سوال ما هم این است که کمی چند اندیشه های شما را در مورد کلمه نوروز و کلمه هایی که بر آن مربوط هستند شما شرح توضیح داده باشید. تشکر. درباره واژه نوروز یا کلمه نوروز سخن را از همین آغاز کنیم. حاضر ما به اصالت خود برگشته ایستادیم به این معنا که در برابر کلمه های بیگانه کلمه های خود را هم زنده کرده ایستادیم. کلمه لفظ عربی است، از زبان عربی به زبان ما آمده است و تاجیکی شده است، یعنی در زبان تاجیکی هضم شده است. هم به معنای لغوی کار فرموده می شود، همچون اصطلاح زبانشناسی. وقتهای آخر البته با تاثیر زبان همسایه های ما کلمه واژه آمد. تاجیکی کلمه واژه بوده است. ما شناختیم این کلمه را در برابر کلمه اقتباسی عربی کلمه، ما واژه را هم استفاده میکنیم. درباره کلمه یا واژه نوروز، پیش از شرح این کلمه من یک چیز را یادآور میشوم. در عرفه مقرر کردن روز 6 مقام در کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان یک صحبت به میان آمد. رئیس کمیته در همان وقت سیف رحیمزاد بود. تشبس این آدم در انامین احیا شدن 6 مقام خیلی بزرگ است. اول تشبس پرزیدنت جمهوری بود، بعد 2 مرتبه در تئاتر اپرا و بالت انامین خیلی یک کنسرت 6 مقام رو همین سیف رحیمزاد برگزار افردی بله همین برگزار کرد. یک روز 12 نفر تاریخ شناسان، ادبیات شناسان و در خطار همینها من همچون استاد دانشگاه مرا هم دعوت کردند و مسئله مان که همین روزی 6 مقام کدام روز شود. اینا از متخصصان پرسید که همین تاریخ پیدایش 6 مقام چیست. متاسفانه در این صحبت متخصصان کم بودند و اینجا پیشنهاد نهایی همین شد که همین روز 12 می که فرمان پرزیدنت برآمد، همین روز عید کنیم موافق می شود.
در وقت صحبت اکادمیک رجب امانوف حضور داشتند. همین کس به کارمندان رادیو تلویزیون یک ایراد گرفتن. گفتن که برای چی در برنامه‌های رادیو و تلویزیون به جای 6 مقام شما مقام‌ها میگید؟ از همه مقام‌ها سرودها میشنوم و نمیگید. برای چی کلمه 6 رو نمیگویید؟ من بعد این کار رو نکنید. بدانید که 6 مقام این مال گذشتگان ماست. ما نمیخواهیم بیگانه شود، دیگران از آن خودی کنند. کلمه نوروز، عید قدیمه، ایده که مردم خیلی با تشنگی آن را منتظر میشدند و با یک شکوه و شهامت چندین روز عید میکردند. این کلمه نوروز یا واژه نوروز واژه اصیل فارسی تاجیکی است. اول درباره خود همه کلمه نوروز از صفت نو و اسم روز ساخته شده است. آره، این کلمه روز است. با واو مجهول خوانوشته شده باشد، خوانوشته نشده باشد، در نوشته خط عربی این کلمه اصیل خودمان است. باز یک نشانه دیگری که در این کلمه هست، همین آواز او، صداناک او تاریخاً در زبان ما وجود داشته است و بنابراین ما از همه قعر تاریخ طرز تلفظی قدیمه را نگه داشتیم. یک مرتبه من با یک شرقشناس آمریکایی ریچارد فرای همصحبت شدم. این تصادفی خیلی نجیب بود که همصحبتان من 2 نفر بیگانگان بودند. یکی همه شرقشناس آمریکایی ریچارد فرای، دیگری عالم گرجی جمشید گیوناشویلی. ما 3 نفر در مهمانی کسی نشسته بودیم. به طفیل آن که من نه زبان گرجی را میدانم و نه زبان انگلیسی را میدانم، هر دو با من با زبان تاجیکی صحبت میکردن. صحبت 1.5 ساعت دوام کرد. در پایان صحبت من از همین ریچارد فرای پرسیدم که ما در 3 منطقه با همین زبان هستیم و گفتگو میکنیم. همین به فکر شما همین شمع چراغ فارسی یا فارسی دری یا همین تاجیکی در کجا فروزان میماند؟ در تاجیکستان، در افغانستان یا در ایران؟ این آدم به استحاله یک بار گفت که در وطن شما. من به اختیار یک تبسم کردم که آخر از جهت نفوذ اهالی ایران از ما خیلی زیاد است. خیر افغانستان هم نسبت به ما از جهت نفوذ شاید کمتر باشد، هم آخر در اونجا هم چقدر تاجیکان زندگانی میکنند. با زبان تاجیکی در افغانستان زبان بین المللی را ادا میکند. همه قوم و ملت ها، نمایندگان قوم و ملت های دیگر با همدیگر واخرند نه با زبان پشتو بلکه با زبان تاجیکی گفتگو میکنند. این خیلی نفوذ دارد. ریچارد فرای گفت که در وطن شما، و همه تبسم مرا تمسخر گمان کرد. گفت که من دلیل دارم. دلیل یکمی من همین است که زبان قدیمه فارسی در شما باقی مانده است یا بیشتر باقی مانده است. زبان شاهنامه فردوسی نظر به زبان فارسی یا دری افغانستان به زبان شما نزدیک است. من خیلی شاد شدم از این سخن شدم. بعد گفت که باز دلیل دیگر دارم.
دلیل دیگری من این است که شما مردمی بومی هستید، برنشسته بر بوم خود هستید، یعنی جلوی وطن نکردید، شما جهان گشته نشدید. اما این مردم دو سرزمین الله که جلوی وطن کردن، اونا جهان گشته شده اند. انا با همین دو سبب من میگویم که شمع چراغ فارسی دری یا تاجیکی در تاجیکستان شاید دیر پایدار ماند. این صحبت به من گوارا رسید. از بس که همین قدر تشکیلات بین الخلقی عید نوروز رو عید بین الخلقی اعلان کرده است و نام این عید بین المللی واژه تاجیکی من است، باید افتخار من باشد. و این کلمه به مثل بسیار کلمه های فرض کردیم انگلیسی یا روسی یا لاتینی یا یونانی که در تمام گوشه دنیا صدا می دهد، نوروز من هم در تمام دنیا چنانه که من تلفظ میکنم صدا می دهد. این افتخار من است. تشکر استاد. منم همین چیزه تاکید کردم میخواستم که همراه به واژه نوروز میگن نوروز جهان افروز، نوروز عالم افروز، نوروز خوشبخت. و من میخواستم برای چی محض واژه نوروز رو همین گونه بازم دیگر کلمه ها رو همراه کرده عباره میسازن. مثلا چی ربطی دارد به جهان، به نوروز جهان افروز بودنش، به نوروز عالم افروز بودنش؟ من میخواستم چند شرح شما باشه در این موضوع. اکنون من دقیق گفته نمیتوانم که کسی گمان کرده است که روز این عید انا همین گونه ماهیت عمومی جهانی پیدا میکند. بینید این هم یک نیت نیک گذشتگان ما بوده است که عالم افروز گفتن. باز اینجا صنعتی سخن است. نوروز عالم افروز صنعتی سج دارد. این را نثر مسجع میگویند. در زبان تاجیکی با همین گونه عباره ها گذاشتن سلاح به کتاب، به سلاح های مواد چاپی در مطبوعات سلاح خیلی زیبا میبرد، گوارا میبرد. این را البته نازک سنجان زبان ما درک کردند. این صنعت است. صنعت سج را بنیادش میگویند با تاثیر زبان عربی در ما خیلی انکشاف یافت، رواج یافت. اما به گمان من شاید به تاثیر زبان عربی هم این چیز در ما بود، چون که ما خیلی سخن پرست هستیم، همه آرایش سخن را دوست می‌داریم و وقتی که در زبان عربی همین صنعت در نثر در نظم عربی بوده است، البته گذشتگان ما هم تقلید کرده هستند، چون که واقعا بیشتر در نثر گاه در نظم هم این صنعت استفاده کرده شده است. لیکن برای استفاده آن نازکی های زبان و آرایش زبان، حسن زبان را درک کردن لازم است که متاسفانه نه هر کس این را آسانک درک میکند و با چقدر زحمت دست میدهد. وقتی که همین نوروز عالم افروز گفته است، نوروز فیروز گفته است، هر روزتان نوروز باد، فیروز باد. وقتی که همین چیز را ایجاد کرده است، این یک بار به زبانش نآمده است، اول جستجو کرده است، در نتیجه جستجو انا همین گونه عباره های خیلی گوارا با کلمه نوروز پیوست شده است و به زبان ها نشسته است. استاد عزیز تشکر. من بازم در اطراف کلمه نوروز، واژه نوروز و این عید یک چیز را پرسیده هستم که امروز در بین مردم وابسته به همین نام نوروز چه مفهوم های پیدا شده است؟ به نزدیکی در شورای دفاع رساله های نامزدی و دکتری ما
یک نفر متخصص زبان فارسی، فریبا سیدی، نامش را هم بینید چه خیلی زیبا، فریبا سیدی یک رساله نوشت و به محاکمه گذاشت. همین موضوع خیلی موضوع عجیب، رسم آیینه های مردمی در غزلیات حافظ. در غزلیات حافظ بسیار چیزهایی هست که من شما مطالعه میکنیم. مثلا خان یغما را همه خان یغما از کجا پیدا شده است نه همه ما میدانیم. این متخصص همین گونه افاده ها را از غزلیات حافظ گرد آورده است و جستجو کرده است که این از کجا پیدا شده است. علی خصوص با کلمه نوروز هم یک افاده در کتابش، یک کتاب نوشته است که در آن همین گونه افاده ها را گرد آورده است با تخت نشاندن میر نوروزی. در یکی از بیت های حافظ شیرازی همین درباره همین میر نوروزی اشاره شده است. همین از کجا پیدا شده است. من از روی همین کتابش خوانده خیلی شاد شدم که من هم دیده بودم در غزل حافظ، اما همین میر نوروزی این چه خیلی میر باشد نمیدانستم. این گفته است که در عرفه آغاز همین جشن نوروزی همه حاکم محل گویا استعفا میداده است، برای هزل و شوخی، برای همین شادی مردم یک نفر را میر انتخاب میکرده. اما پادشاهی این آدم همه فقط همین 4 روز بوده است، در همه روزهای نوروزی بوده است. این آدم که همین به تخت میر نوروزی نشست به حکمرانی آغاز میکرده است. در نوبت اول بعضی ها را از وظیفه آزاد میکرده است، به جای وی به همه وظیفه کسی دیگری را تعیین می نموده است. باز از همین سلطنت خود استفاده کرده بعضی ها را جزا می داده است. جزا یا معموری می شده، بیشتر همین جزای معموری می شده است که همین فلان چیز می بیاری، همین اتک زمین باشد هم همین میابی، همین خیلی بده است. بعضی ها را حبس می فرموده که اینم خیلی عجیب است، حبس می فرموده است. همین که همین 4 روز عید نوروز به آخر رسید، سلطنت این آدم هم به آخر می رسیده است. همه حاکم باز همه حاکم عمل می کرده است. لیکن بعد از همین عید نوروزی هم هزل و شوخی هایی که به همین مناسبت به میان آمده است در زبان مردم خیلی گسترش می یافته است. مردم با همه شوخی ها به یاد می آوردن، شادی و خرسندی می کردن. به همین مناسبت شاید در ما هم چیزی باشد. من یک بیت از رودکی یاد می کنم. یک روز بود عید به سال اندر یک روز، همواره مرا عید ز دیدار تو هموار. مضمون این بیت چنین است: انسان همین عید را که یک بار اول یک بار بوده است، یک بار با چقدر مشتاقی انتظار میشه. بعد از این زمستان های سخت، بعد از این خنکی ها، همین که همین فصل بهار فرا رسید، همین آزاد شدن از همین سختی های زمستان باشد. اکنون امیدهای نیک که پیوسته با بهار است عملی میگردد. رودکی همین را در نظر دارد، عید نوروز را.
واقعا هم چند نکته گفتید که برای ما جوانان، برای دیگر نفرانی که در ساحه زبان شناسی عموما اون نفرانی که زبان تاجیکی را زبان گفتگویی خود قرار دادند، چند نکته های نو را هم شما برای ما فهماندید. تشکر از شما استاد عزیز. خوب استاد، چون شما ما دریافت کردیم و زود از دست دادنی نیستیم و چند نکته های دیگر هم از شما پرسیدنی هستیم استاد، چون شما هم یعنی زمان شوروی را پیش سر کردید و در آغاز دوران صاحب استقلالی ما پیوسته میکوشید که همین زبان ما همیشه بیالایش باشد و زبان ما پایدار باشد و باید ما کار کنیم که توسط زبان جهان را تسخیر کنیم، یعنی با بلند برداشتن زبان ناب تاجیکی جهان را تسخیر کنیم. خب اما امروز خودی ما صاحب زبان ها چگونه به زبان تاجیکی ارج میگذاریم و میدونیم چون البته کشور تاجیکستان دارای زیاد دهه و شهر و منطقه های گوناگون است و هر نفری ما به خود خاص لهجه داریم، به خود خاص به قول زبان های خود ما داریم. خب رابطه زبان ادبی امروز با زبان لهجوی، با زبان منطقه ها چگونه است؟ من به همه مناسبت همه مکتوب کشاده استاد عینی را به نویسنده جوان همان دوره پولاد طالیس یادآور می شوم، چون که به واسطه به همین مسئله علاقمندی دارد. استاد عینی از همه سالهای 30 مشاهده کردند که بعض نویسندگان به عنصرهای لغوی، کلمه سازی، جمله بندی لهجه بیشتر توجه دارند. خیلی مشاهده کردن. این مکتوبشان سال 1948 بعد از جنگ بزرگ وطنی، از روی همه مشاهده ها همه پولاد طالیس را انتخاب کردن، اما مندرجی این مکتوب به همه نویسندگان تعلق داشت، چون که من به همین ایجادیات نویسندگان سالهای 30 خوبتر آشنایی دارم. در حکیم کریم هم عنصرهای لهجگی بود، در داملا اکرامی هم، در رحیم جلیل هم همین عنصرهای شیوگی گاه گاه دچار می آمد. سال 1934 صدرالدین عینی همراه لاهوتی و در همین جمع آمد. حکیم کریم هم حضور داشته است. در انجمن نخستین عمومی اتفاق نویسندگان حضور داشتند. مکسیم گورکی معروضه کرد و در همین معروضه اش یک نویسنده سرافیموویچ را تنقید کرد که شما رمان نوشتید با نام سیل آهنین، ژلزنی پاتوک. در همین اثرتان عنصرهای شیوگی محل را فراوان کار فرمودید. آخر شما این اثر را به کل خوانندگان روس آفریدید یا تنها به همین محل خودتان؟ یعنی اثر شما را فقط در محل خودتان مطالعه کنند. از همین استاد عینی هم تاثیر گرفتن و در هم مکتوبی که شد حتی اشاره کردن که گورکی انمی چنین گفته است و سخنی از هم و آخرین خلاصه گورکی آن است که لهجه شیوه ها درست یک حصه زبان ملی هستند، لیکن نظر به آن که زبان را آباد کنند آن را بیشتر ویران میکنند، این خلل میرسانند. استاد عینی چیزی را ضم کرده اند. استاد عینی گفته اند که در لهجه شیوه ها بسیار دردانه های سخن نهان میماند. وظیفه نویسنده آن است که همه دردانه های سخن را از غبار محل پاکیزه نموده به خوانندگان تقدیم کنند. بعد مثال می آورند. من در یک اثرم یک مراتبه یک فعل را کار فرمودم ازاد کردم، لیکن وقتی که من به خوجند سفر کردم دیدم که مردم خوجند گسیل کردن میگفتند.
لیکن همین من این گسیل کردن را میدانستم، چون که در ادبیات کلاسیکی ما این کلمه کار فرموده میشد. لیکن در زبان بخارا، مردم بخارا همه اوزاد کردن. بعد من خودم فکر کردم که اوزاتیش این کلمه ترکی است. وقتی که کلمه تاجیکی گسیل کردن خود ما هست، به ما چی لازم است اوزاد کردن؟ من همین کلمه رو دیگر اصلا کار نفرمودم. باره در دهه 50 در سری کوچه کلان با چند نفر صحبت کرده می ایستادیم که چند نفر زنها از نزد ما گذشته رفتن، آرام گذشته رفتن. بعد یکی از همین حاضران مراجعت کرد: اپی اشورما این چه خیل شد که به سلام به علیک گذشته رفتید؟ این اپیش اشورما به عاقب نگاه نکرده جواب داد: شما مردها بسیار بودید، ما حیا ورزیدیم. من همین در دهه 50 حیا ورزیدن رو از زبان همین زن شنیده حیران شدم. یعنی بینید در همین لهجه، در لهجه 50 ما انا همین حیا ورزیدن. خیلی من خوانده بودم که عشق ورزی هست. من حاضر در زبان مطبوعات ورزیدن خیلی انکشاف یافت، اما همین چیز در لهجه باقی مانده است. در دهه دوردستترین همین زنده مانده است، همین چیز زنده مانده است. من همین را در مردم گیاه نام در یک مجله که یک مدت نشر شد همه آوردم که لهجه ها همین گونه دردانه های سخن هم دارد. من به همه ژورنالیستان هم همیشه مراجعت میکنم، میگویم که به همین زبان کلانسالان با دقت گوش کنید. در زبان آنها بسیار گنج سخن نهان است. از اونجا خیلی چیزها را شما گرفته در مقاله هایتان، در صحبت های شفاهیتان استفاده کرده میتوانید. البته همین گونه عنصرهای زبان گفتار را خیلی گوارا میکند، گویا یک لذت تازه میبخشد به سخن. سلام باشید. شما استاد یک مثال بسیار روشن آوردید، مثلا اوزاد کردن و گسیل کردن. بله. یعنی چون شما زبان شناس هستید و این چیز مثلا باریک بینانه تحقیق کردید که اینش از آن ما است و اینش از آن ما نیست. لیکن یک مردمی عادی، یک مردمی که مثلا دارای کسب کار دیگر است، بله. این چیز مثلا اون وقت میاد وقت نمیاد به این چیز توجه میکنه یا نه، با اون فرق نیست. مهمش کاری خودش رو کنه و زندگیش رو دوام دهد. یعنی من با این پرسیدن میخواستم که از شما استاد مثلا در این سمت برای کلمه هایی که به ما اقتباس شده اند، هم از کلمه های ترکی، هم از کلمه های عربی و هم از روسی و انگلیسی باشد، شاید یکان تحقیقات عالمان گذرانده شده باشند. بله. کتاب های منظور شده است از استاد. انکو وقتای آخر صفحه نثر نویسان در تاجیکستان خیلی زیاد شد. حتی بیرون از تاجیکستان هم اثرها آفریده ایستادند، همین به عنصرهای شیوگی روی می آورند. اما متاسفانه بعضا کلمه های را کار می فرمایند که من در همین سن سال خوانده نمی فهمم. به همین مناسبت همین استاد عینی پیشنهاد کرده بودند شما بسنجید که همین کلمه عمومی استعمال شده میتواند یا نه. اگر همین قدرت عمومی استعمال شدن داشته باشد در اثرتان کار فرمایید، اما دانید که بغیر از همین محل خودتان نمایندگان محلهای دیگر معنای آن را نمیفهمد، از کار فرمودن چنین عنصرهای لغوی خودداری کنید. واقعا من یک مقدار همه گونه فکت های زبان را مشاهده کردم، گرد آوردم. در بعض موردها من همین توصیه میکنم که از کار فرمودن همین گونه کلمه ها خودداری کنند. در سخنرانی هم
سخنرانی این هم یک صفت معنوی. من خصوصا به شاگردانم بسیار تاکید میکنم که هنگامی که سخن میرانید همین عنصرهای شیوگی در زبانتان صدا ندهد که شما بی آبرو میشوید. در گفتار مردم خوجند، در گفتار مردم دوشنبه، اطراف دوشنبه، در اونجا هم من بعضی چیزها را دیدم که در زبان کلمه تاجیکی هست اما کلمه بیگانه را کار میفرمایند. اول لهجه خود خوجند سر کنم، همین به جای کلمه جامه چپان میگویم. چی در کار کلمه چپان؟ وقتی که همین جامعه 1000 سال باز دیگر را همین جامعه گفته‌اند، انکن چرا آن را با چپان ترکی عوض کنیم؟ یا از همین شیبه های گرد اطرافی اونجا مشاهده کردم، به جای کلمه کلند کتمان میگن. کتمان کلند چی شده است؟ این تاجیکی خودم که بنابراین در کار فرمودنی علمی گونه کلمه ها احتیاط کردن در کار است. شاید اینو از نادانی استفاده کنند استاد؟ نه، مثلا ندونن کدامش تاجیک است کدامش مثلا ترکی است، ندونن شاید. گاهی از زبان آدمان کلانسال به فرهنگ وقتی که همین صدا میدهد مردم عیب میکند. این اکن من چی گویم اکن؟ از ندانستن نه، از همه غمخواری نکردم به پاکیزگی زبان مادری. نخواد که این کلمه جامعه رو یگان بار در هیچ جا نخوانده باشند و نشنیده باشند، یا کلمه همین کلند رو در هیچ جا نخوانده باشند. مثلا صدرالدین عینی در همه اثرهایش همین کلمه کلند رو کار فرموده است و هم کلمه جامعه رو یگان بار عینی کتمان هم نگفته است، چپان هم نگفته است. انا کن با که با دیگران ملال می شوم با همین سخنم، همین کلمه تیزه هم بیزیب دیا. آخر چی گفتی؟ همین چی شده است که تیزه میگویی که به در کارمید؟ لازم نیست. وقتی که همین خصوصا در حلقه آدمان با معرفت در صحبت هستید، اندک خودداری کنید که از همین گونه عنصرهای لهجگی خودداری کرده سخن را با زبان نابی. من نمیگویم که کتابی، زبان ادبی ما هم شفاهی هست و هم کتابی. هیچ کس با زبان کتابی فکر بیان نمی کنند، چون که زبان شفاهی نسبتا زبان ساده است، آسانگو است، آسان فهم است. استاد عزیز، چون از صحبت مشاهده کردیم و از چند مثال های شما مشاهده کردم، شما زیادتر حمایت از همین زبانی نگاشته های استاد عینی میکنید. سبب چیست؟ من توجه بیشتر دارم به صدرالدین عینی، چون که صدرالدین عینی 2 مکتب زبان آموزی را از سر گذرانیدن. هم از زمان تا انقلابی هر چیزی که در نثر و در نظم دسترس شده است مطالعه کردم. این مکتب اساسی اون کس است. مکتب دیگر مشاهده زنده، این استاد عینی. بار استاد عینی وقتی که همین نورس بودن، پدر به بازار میفرستانند، میگن که یک دوست مرا میبینی اول خرید میکنی، بعد همین دوست مرا میبینی همین گپ مرا میرسانی و هر چیزی که همین دوست من جواب دهد به من آمده میگویی. صدرالدین عینی بازار به میرود، خرید میکند، لیکن همه دوست دیدن و همه گپ گفتن از یادش میبرد. به خانه برگشته می آید،
پدر عینی میپرسد که خرید کردی؟ بله خرید کردم. همان عمکت را دیدی؟ میگوید ها دیدم. گپی مرا گفتی؟ ها گپی شما را گفتم. اون آدم به تو چی گفت؟ بعد از خودش یک چیز گفته میگوید. یک هفته میگذرد. بعد از یک هفته همون آدم در آمده می آید. با پدر عینی روبرو نشسته، اونها صحبت کرده ایستادن. عینی دسترخوان می آورد، چای می آورد، نان می آورد، خدمت می کند. در دوام همه صحبت پدرش می گوید که شین، همراه ما شین. میشیند. بعد از همه دوست میپرسد که همه روز بازار صدرالدین شما دیدید؟ میگوید که من ندیدم. به شما هیچ چیز نگفت؟ وقتی که ندیدم از کجا ما به سخن میگوید؟ همین قدر صحبت میگذرد. بعد مهمان خسته میرود. بعد از مهمان خسته رفتن عینی رو میشناند و میگوید که چرا دروغ گفتی؟ تو من بعد دروغ نگو. وقتی که من یگان چیز میفرمایم با دقت گوش کن، در خاطر نگه دار، اما اصلا دروغ نگو که هم بی آبرو میشوی در بین مردم، هم مرا هم بی آبرو میکنی که فرزند فلانی هستی. بینید همین یک چیزی تاکیدی همین پدری عینی سبب شده است که عینی میگوید که از همان وقت هر چیزی که شنوم همین با دقت گوش میکردم و در خاطر نگه میداشتم. بنابراین همین در یادداشت‌ها هر چیزی که گفتم از حیات کودکی هم همین در خاطرم باقی مانده است به طفیل همین یک تاکیدی پدرم. همین دو منبع استاد عینی رو سخندان کرده است. بغیر از این من در یک موضوع رساله دکتری نوشتم، مرادفات نحوی در زبان تاجیکی. در این موضوع تا این وقت یکان کاری انجام داده نشده بود. من همین 5 جلد کلیات استاد عینی را در همین رساله هم استفاده کردم و به همین خلاصه آمدم که در لغتدانی، در عباره جمله بندی استاد عینی همتا ندارند. استاد عینی خود همتا نداشتند و شاگردان تعلیم میدادند. وقتی که همین رامن شاده جلال اکرامی را خوانده در حاشیه‌اش قیدها کردند، یعنی تحریر کردند، و وقتی که بعد از تحریر استاد عینی همین کتاب با قسمان اصلاح نشر شد، استاد عینی غمگین شدند و سرزنش کردند مؤلف را. گفتند که همین تا معنای یک کلمه را خوب ندانی در اثرات کار نفرما. و من که 39 سالم به یک جای رسیده است، حاضر هم همین کلمه را از لغت میبینم، معناهای آن را درک میکنم، بعد در اثرم کار میفرمایم. برای چی تو لغت را ورق نمیزنی؟ انا میخواد سرزنش کردن. تشکر زیاد استاد. ما بسیار افتخارمند هستیم که واقعا با یک نفر همصحبت هستیم که فرهنگی زنده اهل نشست شاگردا هستید شما، و هر نکته که ما پرسیم واقعا با مثال ها و با چند نمونه های زنده پاسخ میدید. ما از این بسیار سپاسگزار هستیم و میگوییم که ما را همین بس است که همصحبتی توی طالع از این زیاد شود چشم میرسد. تشکر. من فکر میکنم که استاد این صحبت اولین و آخرین ما نیست و انشاءالله که بازم در آینده با هم صحبت میکنیم. بینندگان عزیز، شما چند لحظه صحبتی ما رو تماشا کردید با استاد ارجمند
доктори илмҳои филологӣ, профессор, забоншиноси маъруф Баҳриддин Камолиддинов. То барномаҳои дигар танситу пирӯз бошед.